با مقصد پیشگیری افلاس‌شوی هوا با تشبث ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت در یکجایی با شعبه ملیسیای اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت در شهرهای خوجند غفوروف عملیات هوای تازه گذرانیده شد. در عملیات مذکور مسئولین ریاست حفظ محیط زیست و شعبه ملیسیای اکولوژی و سیاحی واسطه‌های نقلیات را با تجهیزات‌های مخصوصی گازچین‌کنی از سنجش گذرانیده نسبت راننده‌هایی که واسطه نقلیاتشان از معیار زیاد ماده‌های ضررناک اخراج می‌نماید سندهای حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب دادند. در یک سالی که ما در اینجا عملیات هوای تازه گذرانده شدیم، زیاده از 61 واسطه نقلیات را باز داشتیم که از این 7 به طلبات جوابگو نبوده. نسبت آنها با طلبات ماده 230 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده برای بررسی به شعبه بازرسی دولت اتومبیلی شهر نوآور ارسال می‌نماییم. مقصد اساسی گذراندن همین چوره‌بینی از آن عبارت است که باید هر یک راننده واسطه نقلیاتش را امنیت تکنیکی گذراند که اخراج ماده ضرر از واسطه نقلیات زیاد میشوند و باعث هر گونه کسلی‌ها میگردند. مقصد ما تازه نگاه داشتن هوای اتمسفر میباشد. مورد با ذکر است که سبب افلاس‌شوی هوا پیش از همه استفاده سوزشواری پسیفت و سری وقت از تشخیص نگذرانیدن و تعمیر ننمودن واسطه نقلیات میباشد. اگر راننده ها واسطه نقلیات خود را در مهلت معین شده از تشخیص گذرانیده تعمیر نمایند، افلاس‌شوی هوا کم شده تاثیر ماده های ضررناک به هوا کاهش می‌یابد که این به فایده ساکنان است. همچنین کارمندان شعبه اکولوژی و سیاحی و ریاست حفظ محیط زیست در یکجایی با کارمندان خواجگی‌های منزلی و کمونالی شهر و ناحیه‌های ولایت جهت از پرتاب‌ها تازه نمودن شفط راه‌های ماشینگرد به بالاپوش کشانیدن بارهایی که محیط را افلاس می‌نمایند و انتقال محصولات گوشتی پسیفت از جمله ماهی چاره‌جویی می‌نمایند. مقصد گذراندن این چاره‌بینی پیش از همه پیشگیری افلاس‌شوی هوا میباشد. موافق نقشه در ولایت سوخت در تمام شهر نوآور این عملیات هوای تازه گذرانیده میشود. مورد با ذکر است که عملیات هوای تازه در همه شهر و ناحیه‌های ولایت منتظم گذرانیده میشود، زیرا هوای تازه به سلامتی ساکنان علاقمندی زیاد دارد. تازه نگاه داشتن محیط زیست از جمله هوا، آب و زمین وظیفه جانی هر یک نفر ساکن میباشد. محیط تازه به کس روحی تازه میبخشد.